دادگاه شهر دوشنبه 5 سرباز قسم حربی وزارت مدافع تاجیکستان واقع در ناحیه مرغاب را به 2 سالی روانه زندان کرد. این سربازها در نسبت همخدمتان خودشون در قسم حربی با زورآوری، لطوکوب، با مشت زوری یعنی مورد تحقیر قرار دادند و برای ویران کردن آیین‌نامه خدمت حربی به دادگاه کشیده شدند. این هم در حالی است که با فرمان پرزیدنت تاجیکستان دعوت تیرماهی دعوت سربازان شروع شده و همچنان ادامه دارد. اما این حالت ها یعنی که حادثه های ناخوش در قسم های حربی، بدرفتاری سربازان نسبت به همدیگرشان، خصوصا سربازان یعنی کهنه سرباز نسبت دعوت شده ها بیشتر اون افرادی رو که دعوت کرده می شوند ناراحت یا که دودله می کنند و آنها با هر راهی حرکت می کنند که به صف ارتش نیایند و هر جای دیگر پناه برند یا که به روسیه فرار کنند. این است که از طبق اطلاع مقامات نواحی، حکومت‌های نواحی کشور تقریبا در هر موسم دعوت به صف ارمیا تقریبا 10 15 تا 20 نفر جوانان حرکت میکنند که پناه برند و سرپیچی کنند. طوری که هفته گذشته در ملاقات پرزیدنت تاجیکستان در خاروخ ذکر کرده شد که در دوام 5 سال گذشته حدود 500 نفر جوانان از صف ارمیا یعنی سرپیچی کردند و حاضر نشدند.